سلام چطور رفقا، من جی پی ام. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز قراره وجورادر یا کدومو ترجیح میدی بازی کنی به همراه محمد امین. سلام. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، همونجور که میدونید این بازی اینجوریه که ما دو تا آپشن داریم و مجبوریم که یکیشون رو انتخاب کنیم. کدوم یکی رو انتخاب کنیم؟ مثلا بهت میگه که حاضری یه شب توی یه جنگل متروکه بخوابی یا که نه داخل یه خونه‌ای که هانتده. سوالا اینقدر سخته. بریم سراغش. حاضری قدت کوتاه باشه ولی چاق باشی، یعنی خپل و توپل باشی؟ حاضری قدت بلند باشه ولی لاغر باشی؟ قطعا قد بلند ولی لاغر به نظرم، چون چاقی بیماری میاره. بیتار بازکینی 61% منطقیه. 39% Eat only fruits, eat only vegetables. گفته که فقط میتونی میوه بخوری یا فقط میتونی سبزی بخوری. میوه به نظرم. منم آره میوه. ولی میدونی نه ببین سبزیجات مثلا شامل بادمجون و گوجه و اینا میشه، درسته یا نه؟ نه میوه صرف اینجا انبه کافیه واسه شکست دادن اون دسته به نظرم. به نظر من ویجیتبل رو انتخاب میکنم. آخه میدونی مثلا کاهو، خیار، گوجه، کلمه بروسلی. بیا حال کردی؟ شما من بگو توی خیابون وقتی میری پورشه بیشتر یا پراگ؟ چه ربطی داره؟ معلومه که پورشه کمتر. اصلا هیچ گونه ربطی نداره. میوه مورد علاقه تو کامنت ها بنویس. گفته که 1 سال زندان باش یا 3 سال تحت حبس خونگی باش. 3 سال حبس خونگی به نظر. قطعاً دوست دارم بگم 1 سال زندان. 3 ساله آخه. حبس خونگی دیگه. ببین تو خونه حبس باشی مثل زندونه دیگه، فرقی نداره. سلامتی همه زندونیای بی‌ملاقاتی. حبس خانگی. واه همه ترسو همه 7%. اگه همه ترسو دادن اینو دیگه. Erase all of your past bad memories. Erase your past bad impression in the memories of others. میگه که تمام خاطرات بد گذشته‌ت پاک بشه یا که نه تمام خاطرات بدی که توی ذهن بقیه داشتی پاک بشه. ببین از اونجایی که من خیلی انسان شریفی هستم و تو زندگیم کسی رو ناراحت نکردم، به نظرم خاطرات بد خودت از بشه. دل شکستن هنر نمیبره. چقدر اختلاف. گفته که همین الان بهت $100 میلیون بدن یا 3 تا آرزو تو قول چراغ جادو فکر کنم میشه. قطعاً سیاهه دیگه. یکی از آرزوات مثلا پول بی‌نهایت. منطقی نیست؟ آره. من اینکه یه آپشن میداد که نمیتونی دیگه پول آره دیگه. مثلا آقا بهش میگی مثلا 200 میلیون 300 میلیون. میدونی من چیکار میکنم؟ آره. یه عمر بی‌نهایت هم بده. من میگم پول بی‌نهایت بده، عمر بی‌نهایت بده، آرزوی سوم من آرزوی بی‌نهایت بده. حال کردی؟ خب این زدیم. آره کردم. همه باوچه 86%. هر چیزی که میگی تبدیل واقعیت بشه، هر چیزی که فکر میکنی واقعیت بشه. هر چی فکر میکنی دیگه. جای هیچ تأملی نیست به اینو باید انتخاب. آره میدونی چرا؟ چون یه سری چیزایی که فکر میکنی نمیتونی به زبان بیاری. قوی بود دوست داشتم. بریم بعد. 75% تا ابد زندگی کنی، فقط 10 سال اضافه زندگی کنی. تا ابد زندگی کنی خسته میشین. من میذارم آقا تا ابد زندگی کنی. حال درسته خسته میشی، زوار در میره، باید بری آپاراتی، باید بری جلو بندی سازی. ولی خب من نمیدونم. آره بزن. به نظر من 10 سال کمه واقعا. حیفه. بریم. 55% افسرده داریم. آره. و این خوب نیست. این بده. قدرت و توانایی اینو داشته باشی که 10 تا از خاطرات تو کلاً دیلیت کنی. آره. خاطرات مشخص و مخصوص اسپسیفیک. خب پاک کنی. اینو دلخواه باشی. آره دلخواه. Be able to see the memories of others by touching them. این قطعاً این. مثلا من به دست میزنم خاطراتو میبینم. این خیلی خوبه. بذار. از اونجایی که من دوست دارم تو کار بقیه فضولی کنم، پوزیشن سفید رو انتخاب. نه. دیدی 80% فضول. فقط قاشق داشته باشی، فقط چنگال داشته باشی. قاشق. آره مثلا قاشق. مثلا سوپو که نمیتونی با قاشق با چیز با چنگال بخوری.
60 بشه باریک. یعنی چی 40% اون انتخاب کردن؟ دیگه اونا چی فکر میکنن؟ اونا سوپ نمیخورن احتمالاً. Have infinite knowledge یعنی که دانش بی‌نهایت و بی‌کران داشته باشی. Be omnipotent یعنی که قادر و توانای مطلق باشی. ببین از اونجایی که من این گزینه سفیدو دارم نوکرم پس من این سیاه رو انتخاب میکنم. یعنی قادر مطلق باشی. آره چون اینو دارم دیگه. میبینی من هم الان قادر مطلق. میدونی چرا؟ هم یه بشکم میزنم تصویر سیاه بشه. میگی نه نگاه کن. حال کردی. پس میزنم دانش بی‌نهایت. The more you learn, the more you earn. هر چی بیشتر یاد بگیری بیشتر کسب میکنی. Yes! 53% گفتن علم بیشتر. 53% ما علم بیشتر میخوایم. نه دریای بیکران علم ته ندارد. گیر کنی تو روز خوبی که داشتی، یعنی اون روز زندگی کنی همش پشت سر هم. هر خاطره بدی که داشتی یه بار تکرار بشه، یعنی 2 بار اتفاق بیفته. نه خب این دیگه قطعا. ولی این فقط توی یه روز گیر میکنی دیگه، اصلا روز بدی هم نداره. یعنی هر روز همون روزو میفهمی ولی تکرار میکنی. نه راست دست کننده است. اگه خودت اگه مثلا حافظت بمونه این گزینه خیلی اصلا روانی میشی. ولی اگه مثلا هر دفعه بشه شاید خوب بشه. الان مثلا دور از جون ماشین یکی رو زده باشه مرده باشه دوباره میمیره. کسی که مرده باشه اصلا چرا باید این گزینه این چی بود؟ بریم آقا همین. آره همین خاطرات بعد دوباره میبینی تموم میشه میگه گم میشه پیکرش. 54 باری که have a medieval house have a modern house. فکر کنم مدرن جدید داریم. این یه خونه قدیمی داشته باشه یه خونه جدید. من میگم جدید چون خونه قدیمی یه سری مشکل اینا داشت ولی خب خیلی قشنگ‌تره. 80% باری کرده. همیشه احساس شادی داشته باشی ولی با همه عصبی باشی. همیشه عصبی باشی ولی با بقیه. این میشه افسردگی دیگه اصلا. سیاهی میشه افسردگی. به نظرم چپی. همیشه با دوای خودت انتخاب کنی. بعد منطقیش همین. بده. قول چراغ جادو باشی که آرزوی بقیه رو برآورده میکنه یا اینکه 10 تا آرزو داشته باشی. من ترجیح میدم آرزوی بقیه رو برآورده. من کارم هر آرزویی که داری توی کامنت بنویس. جی پی اینجا. لامبورگینی میخوام. بیار چک. لامبورگینی میخوام. اونتادور مشکی. نه منظورم اونجور آرزو. نه بده. نه بده. خب من با ترجیح میدم که آرزوی بقیه رو برآورده کنم. نه من 10 آرزو داشته باشم. چقدر مردم خسیش 85%. میگه که تو اقیانوس خفه شی و بمیری. تو مواد مذاب بسوزی و پودر بشی. اگه تو لاوا بری اگه مثلا با کله بری در جا میمیری. خب دیگه خیلی چیزی هست نمیکنه ولی اونجا دست و پا میزنه. زج. من خودم از غرق شدن میترسم. فوبیا دارم. چه اسم فوبیاش چیه تو کامنت بنویسید اگه بله. به نظرم همون لاوا. آره. بچه‌ها همه شناگر ماهرن برای ولی اگه مثلا اون لاوا از پاد بیاد دیگه خیلی بیشتر ضرر میشه. هوشت رو برابر کنی double your attractiveness. جذابیت رو برابر کن. از اونجایی که من هیچ کدوم نیاز ندارم. کافی جذابم میگم هوشم رو. من به هیچ کدوم نیازی ندارم. Always have a runny stuffy nose. همیشه بینیت آویزون باشه. میگه همیشه سرفه‌های خشک بزن. سرفه خشک. آره. چون اونجوری دیگه زندگی واسط نمیمونه. ای دستمال. تو نظرت کدومه؟ اشی. من نظرم آره. مخفیانه وارد خونه یه غریبه بشی و 2 روز اونجا باشی بدونی که بفهمم 6 روز بیرون بمونی. تو میمیری از استرس. آره سکته میکنی تمام مواد میریزی. 6 روز بیرون. آره 6 روز تو پارکی جایی چی. همه ترسوها. بچه‌ها ترسوها. میگه هر کی که دنیا وجود داره رو یه مقداری باهوشتر کنی در مقیاس IQ. میگه قوی ترش کنی از لحاظ مزور. نه IQ قطعا IQ. چرا؟ در راستای مسیر. آره دیگه. ببین اگه همه مثلا باهوشتر بشن ممکنه که یه نفر از اون افراد
مثلا یه درمانی برای یه بیماری پیدا کنه و به بشریت خدمت کنه. خب مسلماً همینه. یعنی چی؟ Be any bird, be any object. یه پرنده باشی و یا یه شی باشی. من یه عقابم. bird. منم بتمنه. حتما منم. که همیشه مجبور باشی با قطار سفر کنی که خیلی حال میده. Always have to travel by bus. قطار قطعاً. 100 قطار. اتوبوس چیه میمیری تو اتوبوس؟ تا حالا تهران با قطار رفتی شما؟ خیلی خوب. میگه که از هر استودیو بازی سازی فقط بتونی یه بازیش انجام بدی، فقط بتونی بازی‌های یه کمپانی رو انجام بدی. نه سفید دیگه. ببین مثلا از راکستار من جی تی ای فقط پلی میدم. ردد. نه خداحافظ رد. شرمنده. از ای ای مثلا فیفا. منچ. آره دیگه گیم‌های مختلفی میدونیم. مارو پله. درسته. همین قطعا همین. 73. همین رو انتخاب کردم اکثرا. توانایی حرف زدن تو از دست بدی. Lose ability to walk. توانایی راه رفتن تو از دست. آره. Have someone die when you touch them. میگه به هر کی که دست میزنی بمیره. Holy crap. Have someone die when you make eye contact with them. یه به هر کی نگاه میکنی. این یه فیلم ازش ساختن ها. من دیده بودم فکر کنم. هر کی نگاه میکرد رو میمون. ببین تو از یکی که اگه بدت بیاد ممکنه که نتونی بهش دست بزنی، مثلا محافظ داشته باشه، ولی میتونی از دور نگاهش کنی. پس آره این بهتره. میگه هر کاری که میکنی بقیه میتونن نظر بدن و جاجت کنن، قضاوتت کنن. Have nobody care about you at all. هیچ کسی بهت اصلا پشیزی اهمیت نده. سفیده قطعا میمیری اونجوری بهت تنهایی دیگه دوباره. آره سفیده بهتره. نظرتون رو پس بنویسید تو کامنت. 10 سال برگردی به عقب ولی نمیتونی برگردی به حالت حال، به زمان حالت. اینه که 2 سال به آینده سفر میکنی ولی میتونی برگردی به زمان حال. من همین راستی رو انتخاب میکنم چون همیشه به آینده امیدوارم. با همین دانشی که الان داری میتونی برگردی 10 سال عقب یعنی؟ ولی دیگه نمیتونی. نه دیگه فکر نکنم. فکر کنم مثلا همه چیز قدیمی میشه دیگه. بعد من ذهن خون آینده بینم. 66% منطقیه. 2 سال توی زندان به مدت 5 سال آخر هفته رو بری زندان. آخر هفته به نظر می اشغال. آخر هفته زندان کارم نمی‌کنی. زندان جای اشغاله. میره استراحت میکنه دیگه. ممکنه بمیریم. بکشنت. 2 سال پشت سر هم تو زندان بودن حس میکنم خیلی رو مخه. این میدونی مثلا چیز میمونه، مثل کار کردن میمونه. مثلا آقا تو 5 روز یا 6 روز کار میکنی یا زندگی عادی داری، یه روز میری مثلا تو زندان انگار بزن میری کار میکنی. پول از کجا بیاری زنده بکنی؟ کار میکنی میری تو زندان استراحت میخوری. اینا همین بهتره بزن 53 است. باری کلا بخش کوچیک رو آره بخش کوچیک توی فیلم خیلی خوب، توی فیلم خوب بازی کنی. بری اینترستلار. Playing the main part in a terrible movie. توی فیلم افتضاح شخصیت اول باشه مثلا. این بهتره. آره آره. یه تیکه تو اینترستلار باشی مثلا. آره اینم میشه. خیلی Don't let me leave Murph. Don't let me leave. 83 به 17. یعنی که حافظت مثل یه ماهی باشه. گلدفیش یه نوع ماهیه. گردن یه زرافه رو داشته باشه. ولی میدونید این که اون جاذبه گردشگری میشی دیگه. همون به نظرم بهتره. آره هیچ وقت دیگه نتونی هیچ بازی رو انجام بدی، هیچ وقت نتونی چیزی رو ببینی یا استریم کنی دوباره. بازی هیچ وقت نتونی کنی یا یوتیوب. من میگم بازی، چون روی یوتیوب میتونی واک ترو ببینی، استوری ببینی. آره اینکه یوتیوب اصلا دیگه نتونی ببینی خیلی بده. آره فکر کن دیگه نتونی کانال جی پی رو ببینی. های یعنی که فقط بتونی توی استخر شنا کنی ولی با آب خیلی داغ. قطعاً کول بود. آب خیلی مشکی سرد. این داغه، اونقدر هم داغ نیست که مثلا چیز بشی. یه دفعه بری توش دیگه عادت می‌کنی. این همچین سرده. حال میده. دوش آب سرد بگیرید عزیزم. خب آقا همین. آره. کل رو می‌ذاری. 51%. توانایی اینو داشته باشی که خودتو التیام ببخشی، یعنی حال خودتو خوب کنی. بانداژ بزن. به جز بقیه این میشه بقیه رو خوب کنی ولی خودتو نمیتونی التیام ببخشی. بیا اون سوپر پاور نیست در واقع کار دکتر دیگه. آره. ولی این به نظرم بیاد ابیلیتی خفن تری. تیرو بخوری تیرو در بیرست.
به نظرم قشنگ‌تره که بقیه رو چیز کنی. من اینو میدونم. اون دکتر بوده ندید 61 میشه. نه همه بچهای بخشنده. Never be able to go outside but you have internet. میگه که هیچ وقت نمیتونی بری بیرون ولی اینترنت داری تو خونه ای. Be able to go outside but have no internet. میگه که میتونی بری بیرون ولی اینترنت نداری. آره مشکی. آره ما چی اینترنت چقدر سرتون تو گوشه. نگاه نکنید ویدیو رو ببینم. بچه‌ها خیلی ممنونم که تو انتهای ویدیو با ما همراه بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد نظرتو توی کامنت ها برامون بنویس و ویدیو رو لایک کن حتما که به افراد بیشتری نشون داده بشه و کانالمون رو سابسکرایب کن. سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو بزن روی آل بذار. اینستای منو ببین بالا حتما فالو کن چون اونجا یه سری محتوای اختصاصی داریم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی. فعلا